به جای آن که با شتاب از رخت خوابت جهیده برخیزی و وارد به تشویش‌های روزگار گردی، یک نفسی عمیق کش. لحظه صرف کن تا تشویش را برطرف کنی و ذهن و شعور و جسمت را با لذتی که در وجودت حضور دارد همنوا سازی. باید انتخاب کنی که روزت مثل هر روز دیگر می‌گردد یا به روزی بزرگ مبدل می‌گردد. با صرف آن لحظه اولین تصمیم خود را برای آن روز می‌گیری تا شعورت را با اندیشه‌های نیک همنوا سازی، تا ذهن خود را به آن چیزی که در زندگیت خوب است روانه گردانی. همین حالا چی چیزی در زندگیت خوب است؟ لحظه دربارش اندیشه کن. روزت را با تصمیم آن آغاز نما. امروز من حضور خواهم داشت. امروز من مهربان خواهم بود. امروز من نمونه خواهم بود که از دیگران انتظارم. امروز من خود را به پررگی بهر هر لحظه آن خواهم بخشید. همه گپ سر مقصد و تصمیم است. وقتی بالای نیکی تمرکز میکنی، نیکی بیشتری خواهی دید. اگر بالای تشویش و مشقت تمرکز کنی، بیشتر تشویش و مشقت میبینی. اگر میخواهی واقعا خوشبخت باشی، سپاسگزار باش. سرش همین است. آدمان خوشبخت سپاسگزارند. پس فرصت را برای سپاسگزاری صرف نما. وقتت را برای تصمیم و انتظاری روزی بزرگ که امروز خواهد بود صرف کن. به ذهن و تفکرت غذای نیکی ده. یگان چیزی خوشحال کننده مطالعه کنی یا به آن گوش بده. یگان چیزی که تفکر یا روحت را غنی می‌گرداند. تو مرام خویش را به خود جذب می‌نمایی. تو باورهایت را جذب می‌نمایی. تو هر آن چیز را که احساس می‌کنی به خود می‌کشی. پس برخیز و خوبی را احساس نما. وقتی دقتت را به سمت نیکی روانه می‌کنی، بیشتر نیکی می‌بینی. وقتی به سمت تشویش و مشقت توجه میکنی، بیشتر تشویش و مشقت خواهی دید. وظیفه یگانه تو همین است. از جایت برخیز و کاری کن که خود را عالی جناب احساس نمایی. از خودت سوال کن چگونه میتوانم امروز خود را عالی جناب احساس کنم؟ چگونه میتوانم امروز خودسازی کنم؟ چگونه میتوانم به دیگران کمک کنم تا خود را عالی جناب احساس کنند؟ چشمانت را به معجزه های اطرافت باز نما. من برایت کفالت میدهم تو این معجزه ها را به آن خاطر نمیدیدی که در تلاطم تشویش و سرگردانی تفکرت غرق بودی. از آن تفکر بیرون آی و وارد معجزه حیات شو. امروز روزی نو است، لوحه تازه و جدید. چه اتفاقی که رخ ندهد تو میتوانی بالای آن لوحه چیز دل خودت را رسامی نمایی. رسام تویی. بالای آن لوحه‌ات کمی رنگ گذار، کمی شادی، کمی حیات. چیزی را بیرون از لوحه نگذار. همین که سحرگاهان از خواب برمیخیزی، از خودت سوال کن چه چیز امروز مهم است؟ آیا مهم است که من آسیم سر در تشویش باشم برای هر کاری که انجام باید دهم؟ یا من میتوانم از این لحظه ها حلاوت برم؟ آیا میتوانم نوای این روزم را تنظیم نمایم؟ خودی تو تصمیم میگیری که چگونه روز میخواهی داشته باشی. نه این که چیزی رخ میدهد، بلکه چگونه تو هر آن چیزی که رخ میدهد واکنش مینمایی. به هر رویداد میتوانی واکنشی نیکبینانه داشته باشی یا واکنشی سازنده خواهی داشت. آیا خوبی را خواهی دید؟ آیا راه برای عبور از مانع‌ها پیدا خواهی کرد؟ آیا قصه خود را خواهی نوشت؟ یا حیات آن را به جای تو روی کاغذ خواهد آورد؟ یک تأمل کنید به این گفته ها. باور داریم که این اول برای شما پسند افتاده باشد. اگر پسند است کامنت و لایک را فراموش نکنید. با خیرت بمانید.